سلام، فرهاد منظوری هستم و اینجا رد خون. من خدیجم. الان دقیقاً 40 سالمه و داستانی که براتون میگم مربوط به 20 سال پیشه. یعنی وقتی که 2 سال از ورودم به دانشگاه میگذشت. ترم 4 رشته روانشناسی بودم. اون زمان شخصیت آرومی داشتم و هیچ وقت از حاشیه امن خودم بیرون نمی اومدم. خیلی اهل رفیق بازی و شیطنت و آرایش و خلاصه تمام کارایی که دخترای همسن سال خودم انجام میدادن نبودم. دانشگاه من تو شهر خودم یکی از شهرهای اطراف تهران بود. تو شهر ما همه همدیگر رو میشناختن و برای همین من خیلی مراقب بودم کاری نکنم که آبروی خانواده به خطر بیفته. برای همین تا اون سن حتی یه بارم با هیچ پسری هم کلام نشدم. ترم 4 یکی از استادا که خب ساکن تهرانم بود و فقط هفته 2 بار می اومد دانشگاه به اسم استاد غضنفری یه جزوه تهیه کرده بود و تاکید داشت باید تو هفته جدید جزوه رو مطالعه کنیم و نکات مهمش رو یادداشت کنیم تا برای کلاس آخر هفته آمادگی داشته باشیم. ظاهرا میخواست چیزایی رو درس بده و پیش زمینش مطالعه جزوه مورد نظر بود. برای همین گفت یکی از بچه‌ها اگه این هفته میاد تهران من جزوه رو بهش بدم تکثیر کنه و به بقیه بچه‌ها برسونه. من دقیقاً همون هفته میخواستم با خانواده برم تهران تا لباس بخرم. آخه عروسی پسر داییم بود و لباسی که تو بازار تهران بود هم قشنگتر بودن و هم قیمتشون مناسبتر. برای همین فوراً دستمو بالا بردم و به استاد گفتم من این هفته میام تهران، میتونم بیام جزوه رو بگیرم. یکی از پسرها هم اعلام آمادگی کرد ولی استاد با اشاره دستش منو نشون داد و گفت شما خانم رضوانی شما بمون، بعد از کلاس شماره‌مو بهتون بدم، وقتی اومدید تهران هماهنگ کنیم برای تحویل جزوه ها. چشم میگفتم و سری بعد از کلاس رفتم پیش استاد و ازش شماره رو گرفتم. استاد شماره‌ش رو بهم داد و قرار شد وقتی رسیدم تهران باش هماهنگ کنم و جزوه ها رو بگیرم. جمعه همون هفته ما راهی تهران شدیم. مامان گفت یکم استراحت کنیم و بعدش بریم خرید. همگی رفتیم خونه خاله بزرگم و بعد از نهار پتو و بالشتا رو ریختیم وسط حال و افتادیم. یه ساعتی چرتم برد و بعدش بیدار شدم. به استاد زنگ زدم و گفتم من تهرانم، کی بیام برای تحویل جزوه؟ استاد منمنی کرد و گفت اگه ممکنه فردا بیا. خودم هم خستگی راه تو تنم بود و بعدم نمی اومد فردا از خونه برم بیرون. برای همین قبول کردم و استاد هم آدرس خونش رو برام SMS کرد. اولش تعجب کردم ولی وقتی دیدم آدرسش نزدیک بازار بیخیال شدم و گفتم اول جزوه ها رو میگیرم بعدش میرم دنبال خریدم. فردا صبح به استاد زنگ زدم و گفتم دارم میام. استاد گفت باشه و قطع کرد. به مامان و بابا هم گفتم میرم از استادم جزوه ها رو تحویل بگیرم. دیگه نه مامان نه بابا نپرسیدن کجا میری، خونه استادت کجاست. اصلا نمیدونستن دارم میرم خونه استاد. راه افتادم و وقتی رسیدم زنگ در رو زدم. استاد در رو باز کرد. با روی خوش ازم استقبال کرد و تعارف کرد برم داخل. و قبل از اینکه بخوام واکنشی نشون بدم و تعارفش رو رد کنم از جلوی در کنار رفت و گفت بفرما داخل، تازه شربت درست کردم. گفتم نه ممنونم. خندید و گفت همگیر نمیشی، بیا تو. حقیقتش خودم هم از این احترام و تعارف استاد بدم نیومد. آخه فکر میکردم
استاد بهم احترام میذاره و جایگاه هم خیلی بالا رفته. وارد شدم. خونه استاد طبقه دوم یه خونه 2 طبقه 2 واحدی بود. وارد که شدم حال بزرگی پیش روم دیدم. پر از وسایل شیک و خوشگل که خیلی تمیز و مرتب چیده شده بودن. قابای بزرگی و گران قیمت روی دیوار خود نمایی میکرد. چشمم به آباژور طلایی و بزرگ کنار دستم بود که با صدای استاد به خودم اومدم. سینی شربت دستش بود و جعبه بزرگ شیرینی رو روی میز گذاشته بود. به رسم ادب تشکر کردم و یه لیوان برداشتم. استاد با لبخندی بهم گفت تو کلاس زیادی ساکت هستی. خیلی به توجه نکرده بودم. واقعا دختر برازنده و زیبایی هستی. از تعریف استاد هم خوشحال شدم و هم متعجب. یه دفعه استاد اومد کنارم نشست و آروم دستش رو پاهم گذاشت. با این حرکت استاد وحشت زده شدم و گفتم استاد چی کار میکنید؟ تا خواستم به خودم بیام غضنفری بهم حمله کرد و هرچی تقلا کردم و دستش در برم نشد. روم چنبره زده بود و نمیتونستم از دستش خلاص شم. یهو چشمم به آباژور افتاد. با پام ضربه محکمی به پایش زدم. آباژور افتاد رو سر غضنفری. تنش شل شد و دیگه هیچ حرکتی نکرد. به زور هلش دادم و انداختمش کنار. بهش نگاه کردم. هنوز نفس میکشید. از اینکه زنده بود وحشت کردم. نمیدونستم چی کار کنم. دور و برم رو نگاه کردم. یه قاب شیشه‌ای بزرگ رو دیوار بود. برداشتمش و محکم تو سرش کوبیدم و بعدم فرار کردم. تا تونستم دویدم. وحشت کرده بودم. باورم نمیشد غضنفری با هم این کارو کنه و باورم نمیشد تونستم این بلا رو سرش بیارم. نمیدونستم باید کجا برم. یه گوشه نشستم و زدم زیر گریه. یهو یاد آرش افتادم. همکلاسیم که خیلی بهم ابراز علاقه میکرد و از روز اول میخواست بهم نزدیک بشه. شماره‌اش رو داشتم. یعنی همه کلاس شماره همو داشتیم. تا شماره‌اش رو گرفتم گوشی رو برداشت و با خوشحالی گفت سلام خانم، خوبی؟ وحشت زده گفتم آرش کمکم کن. آرش پرسید چی شده؟ گفتم کمک لازم دارم. بدبخت شدم آرش. غضنفری میخواست بهم دست درازی کنه. من کشتمش. آرش چند دقیقه ساکت موند. بعد یهو داد زد چی میگی؟ گفتم همین که شنیدی این حقیقته. به دادم برس. آرش خانوادم خیلی تعصبی و ترسو هستن. اگه بشنون چه اتفاقی افتاده خودشون سر به نیستم میکنن. آرش یکم ساکت شد و بعد پرسید الان کجایی؟ وقتی فهمید تهرانم گفت آرامش تو حفظ کن تا خودمو بهت برسونم. میدونستم خونه آرش کرجه. عین 2-3 ساعتی که طول کشید تا آرش بهم برسه تو خیابونا راه رفتم و اشک ریختم. آرش وقتی حال روزمو دید خیلی ناراحت شد. بهم گفت بیا با بابام صحبت کن. اونم آوردم. مرد عاقل و منطقی و خوبیه. اون میتونه کمکت کنه. اولش نمیخواستم قبول کنم. ولی وقتی باباشو دیدم که خیلی آدم موجه و خوبی بود همه ماجرا رو براش تعریف کردم. بابای آرش مرد فوق‌العاده‌ای بود. بهم گفت باید خانواده‌تو در جریان بذاری. وقتی دید من خیلی ازشون میترسم و گفتم حتما منو میکشن بیخیال گفتن حقیقت به خانوادم شد و بعد رفت سر و گوشی آب داد ببینه غضنفری زنده است یا نه. که فهمید غضنفری واقعا کشته شده. خیلی برام ناراحت شد و گفت با وکیل صحبت کردم. حکمت اعدامه.
بعدم گفت حیوانی مثل غضنفری همون بهتر که مرد. اصلا به خاطر کشتنش عذاب وجدان نداشته باش. بهم گفت تو باعث افتخاری. و بعد از چند روز توسط دوستاش منو قاچاقی فرستاد ترکیه و ازم خواهش کرد حالا که اونجا هستم خانواده‌مو در جریان بذارم. به خانواده‌ام زنگ زدم و همه چیزو گفتم. همونطور که فکر میکردم منو مایه ننگ خودشون میدونستن و بهم گفتن نباید فرار میکردم. با دیدن واکنش خانواده‌ام مطمئن شدم کار درستی کردم. بابای آرش از نظر مالی منو ساپورت کرد تا تونستم زندگیمو جمع کنم. من حسابی کار کردم و پول جمع کردم و تونستم ادامه تحصیل بدم و با 1000 زحمت از ترکیه رفتم آلمان و اونجا رشته خودم رو ادامه دادم و به شغل و وضعیت خوب رسیدم. آرشم بعد از اتمام تحصیل اومد پیشم و با هم ازدواج کردیم. یه پسر 10 ساله داریم و زندگیمون عالیه. هنوزم بعضی وقتا بدن بیجون غضنفری جلوی چشمم میاد و حالم بد میشه، ولی خوشحالم که نموندم تا به خاطر همچین آدمی اعدام بشم.